سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون یه VPN معرفی کنم که باش میتونید به همه سایت های ایرانی متصل بشید و طرح رایگان هم داره. همینجور که اطلاع دارید خیلی از سایت های ایرانی لازم است که با IP ایران بهشون متصل بشید و اگر اون سایت متوجه بشه که IP شما غیر از ایرانه اجازه باز شدن به شما نمیده. تو این ویدیو بهتون یه VPN معرفی میکنم که هم روی موبایل میتونید نصبش بکنید و هم روی کامپیوتر قابل نصب شدن هست و کاملا هم رایگان. Yes! Hell yeah! اسم این برنامه فارسی VPN است و شما میتونید اون رو از توی گوگل پلی پیدا بکنید و رو گوشیتون نصب بکنید. بعضی که نصبش کردین، بعضی که بازش بکنید همچین صفحه‌ای رو میبینید که یک سری شهرهای ایران رو نوشته و اکثر روشون قفل است، ولی آخری که نوشته ایران قفل نداره. این به صورت رایگان میتونید استفاده بکنید. خب وقتی ما روش کلیک بکنیم و این دکمه بزرگ آن و آف رو بزنیم، یک همچین پیامی رو ما نشون میده که میگه شما برای اتصال به 30 تا سکه نیاز دارید که حالا برای این 30 تا سکه شما میتونید برید آپگرید بخرید ازشون یا اینکه تبلیغات ببینید. و خوبی این نسبت به برنامه‌های دیگه اینه که حداقل شما میدونید با دیدن این تبلیغات دارید به سازنده این نرم افزار کمک مالی میکنید و اون توسعه دهنده نرم افزار دلش گرمه که حتی با حالت رایگان هم داره پولی کسب میکنه و این رایگان بودن در ادامه پولی نمیشه. من این نرم افزار دیگه معرفی کردم که لینکشو بالا دارید میبینید، ولی خب به مرور همینجور خدماتشو کمتر کرد و الان خیلی از کسایی که در نظرات میذارن میگن کار نمیکنه. برای خود منم بعضی وقتا کار میکنه، بعضی وقتا کار نمیکنه. پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم برید ببینید، شاید واسه شما کار کرد. در صورت ما روی این گزینه واچ ادز رو میزنیم، یه تبلیغات واسه ما نشون میده، حدودا 30 ثانیه بعد صبر بکنید. بعد از 30 ثانیه اون حالت گرانت میاد و شما کلیک میکنید و برمیگردید تو همون صفحه اصلی و میبینید که 30 تا سکه به شما داده. و الان اگر روی این دکمه دوباره کلیک بکنم یه مدت صبر میکنه و کانکت میشه و یه حالت سبز رنگی میاد که بعدش دوباره برمیگردیم به همون براوزر خودمون و سایت رو رفرش میکنیم و میبینیم که سایت بالا میاد و بدون هیچ مشکلی شما میتونید استفاده بکنید. منتها این کوینتون که تموم شد دوباره باید برید از اول تبلیغات ببینید. یعنی اینجور نیست که با یک بار شما تبلیغات نگاه کردن بتونید مدت زمان بی‌نهایت متصل باشید. این نکته خیلی مثبتی که این نرم افزار داره که نسخه دسکتاپ هم داره. یعنی شما میتونید برید داخل سایتشون که همینجا دارید سایت رو میبینید، واردش که شدید میزنید get فارسی VPN، بعد میره توی گزینه‌هایی که برای شما پایین است، پلن‌های مختلف داره. فری پلن رو که انتخاب بکنید پایین دوباره میره و شما میتونید گزینه ویندوز رو دانلود بکنید. وقتی گزینه ویندوز رو دانلود کردید نصبش میکنید و مثل نرم افزار معمولی رو کامپیوترتون اجرا میشه. بقیه نحوه اتصال هم مشابه همون اپلیکیشن موبایلیشه، منتها اینجا دیگه حتی تبلیغاتی هم در کار نیست. یعنی شما به اون گزینه ایران فری که وصل بشید بدون دیدن تبلیغات متصل میشید، منتها فکر کنم بعد از مدت دقیقه خود به خود قطع میشه، شما مجبورید که دوباره برید کانکت بشید. یعنی اینم اونجور نیست که یک بار دکمه رو بزنید بی نهایت کانکت بشه و باز مطمئن نیستم، شاید در دراز مدت تر، چون من خودم استفاده کردم در حد 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت نهایت بوده و نیم ساعت مثلا یکی دو بارم قطع و وصل شده استفاده کردم. ولی نمیدونم آیا شما مثلا 10 بار این کار رو انجام بدید باز هم این حالت رایگانش ادامه پیدا میکنه یا نه. ولی در صورت خیلی کار منو راه انداخته و خیلی استفادهش راحت بوده، به خصوص روی کامپیوتر، چون من اکثر VPN هایی که دیدم فقط نسخه گوشی دارن و نسخه دسکتاپ ندارن و این خیلی کمک میکنه به کسایی که میخوان کارهای کامپیوتری و لپتاپی انجام بدن، خیلی کارگوشه هست واسهشون. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. برای حمایت از ما حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا کانال ما رشد بکنه و افراد بیشتری بتونن از مطالب استفاده بکنن. شب و روزتون خوش باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.